سلام دوستان، علیرضا دیپای هستم. خیلی خوشحالم که دارین این ویدیو رو تماشا میکنید. امروز میخوام درباره خشایارشا پسر داریوش بزرگ صحبت کنم که چه کارهایی کرد و چه اقداماتی انجام داد. پس لطفاً قبل دیدن این ویدیو حتما ویدیو رو لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید. همراه ما باشید. خشایارشا پسر داریوش و آتوسا پنجمین شاه هخامنشی بود که از سال 465 تا 485 قبل از میلاد در ایران حکومت کرد. داریوش بزرگ فرزندان دیگری هم داشت، اما به دلیل اینکه خشایارشا نژاد شاهی را هم از پدر و از مادر به ارث برده بود و بزرگترین پسر آتوسا هم بودش، جانشین داریوش بزرگ شد. خشایارشا وقتی به حکومت رسید 34 سال سن داشت. او بر کشور حکومت می‌کرد که بزرگترین شاهنشاهی جهان آن روز از لحاظ جمعیت را محسوب می‌شد. حکومت هخامنشی از دوره تأسیس آن به وسیله کوروش کبیر از تسامح مذهبی برخوردار بود. ایرانیان گسترده جغرافیایی خود را از ماورالنهر یعنی سیهون و جیهون در شمال شرق تا سند و پنجاب در جنوب شرق و از دریای سیاه و یونان تا مدیترانه و لیبی گسترانده بودند. خشایارشا بعد از داریوش بزرگ سرزمین بزرگی را به ارث برد که اقوام مختلفی در آن میزیستند. در سالهای پایانی حکومت داریوش جنگ‌های بین ایران و یونان رخ داد که دامنه آن به دوره حکومت خشایارشا نیز کشیده شد. در کتاب عهد عتیق در مورد خشایارشا نوشته شده که یکی از همسران او با نام آستر از قوم یهود بود. آستر مجری فرمانهای یهودیان در ایران بود که نفوذ بسیاری بر خشایارشا داشت. در دوره حکومت خشایارشا وزیر او هامان دستور کشتار یهودیان را داد و آستر همسر شاه توانست مانع اجرای دستور شاه برای کشتار یهودیان بشه. خشایارشا وقتی بر تخت سلطنت نشست به مصر حمله کرد و شورشی را که در آن کشور برپا شده بود فرو نشاند و آنجا را آرام کرد. پس از مصر مردم بابل نیز سر به شورش برداشتند. خشایارشا برای آرام کردن بابل حرکت کرد و در جنگی که صورت گرفت بار دیگر توانست بابل را به زیر سلطه هخامنشیان درآورد. خشایارشا شهربانی بابل را به زوپیر سپرد. داریوش در سالهای پایانی حکومت خود به قصد انتقام از یونانیان و به دلیل حمله به سارد و آتش کشیدن آن به یونانیان حمله کرد. جنگ ماراتون در دوره داریوش رخ داد، اما پیش از اتمام جنگ داریوش از دنیا رفت. پس از داریوش با روی کار آمدن خشایارشا او تلاش کرد تا کار پدر را بر سرانجام برساند. در آتن بعد از شکست ایران در جنگ ماراتون برای کینخواهی ایرانیان پیش‌بینی شده بود و تمیستوکل سردار آتن پیشاپیش هزینه‌های بسیاری را صرف تقویت نیروهای نظامی دریایی کرده بود. خشایارشا قصد جنگ با یونان را کرد. او برای دست یافتن به اهداف خود نیروی عظیمی را فراهم کرد. هرودوت تاریخ‌نگار یونانی در توصیف ارتش خشایارشا اغراق بسیار کرده است. او برای اینکه پیروزی یونان در جنگ با خشایارشا را بزرگ نماید تعداد سپاهیان ایران را بسیار زیاد ذکر کرده است. خشایارشا دستور داد پل روی داردانل بسازند تا نیروی زمینی ایران از روی پل بگذرد و به یونان برسد. نیروهای ایران به یونان رسیدند. یونانی‌ها در ابتدا هیچ مقاومتی از خود نشان ندادند تا اینکه تمیستوکل مردم را به جنگ با ایرانیان فراخواند. تمیستوکل موفق شد شهرهای یونان نشین را ترغیب کرده و با خود همراه کند. به این شکل اتحاد عظیمی از دولت شهرهای آتن و اسپارت در برابر ایران تشکیل شد. نخستین جنگ ایران و یونان در دوره خشایارشا جنگ ترموپیل بود. نیروهای یونانی که توان رویارویی با ایرانیان را نداشتند در یک تنگه بارید به نام ترموپیل سنگر گرفتند و به انتظار نیروهای ایران نشستند. فرماندهی نیروهای زمینی یونان در این جنگ را لئونیداس شاه اسپارت عهده‌دار بود. در جنگ ترموپیل ابتدا نیروهای دریایی وارد جنگ شدند. نیروی دریایی ایران به دلیل بادهای تندی که می‌وزید نتوانستند اهداف خود را دنبال کنند و نبرد آنها بی‌نتیجه به پایان رسید. نیروهای زمینی ایران به تنگه ترموپیل رسیدند و در این تنگه با سپاهیان لئونیداس روبرو شدند. تعداد سپاهیان ایران زیاد بود و گذر از تنگه باریک برای آنها امکان پذیر نبود، اما فرمانده سپاه ایران با طرح یک سیاست جنگی به همراه تعداد کمی از نیروهای نظامی خود را به پشت سپاه یونان رساند و آنها را تارمار کرد. در این درگیری نیروهای لئونیداس شکست خوردند. تعدادی از سپاهیان یونان به فرمان فرمانده خود در این جنگ تا پای جان جنگیدند تا نیروهای دیگر بتوانند فرار کنند و لئونیداس شاه اسپارت در این جنگ کشته شد.
سپاه ایران در جنگ ترموپیل پیروزمندانه وارد آتن شد. با ورود ایرانیان به آنجا، آتنی‌ها ترسیدند و به همراه خانواده خود از آتن خارج شدند و به سالامین رفتند. خشایارشا بیرون از شهر آتن اردوگاه زد، زیرا برای گمان بود که ارتش یونان در پلوپونز به آتن بیایند و بر او شبیخون بزنند. نیروهای خشایارشا در بیرون آتن ماندند و خشایارشا به همراه گارد جاویدان به ساختمان مجلس سنا در آتن رفت. وقتی نیروهای ایران وارد آتن شدند، هیچ کس در آتن نبود. برخی از مردم آتن در آکروپولیس جمع شده بودند تا خدای آتن آنها را نجات دهند. خشایارشا به نیروهایش دستور داد کسانی که در آنجا جمع شده بودند و به خدا پناه آوردند را آزار ندهند. بعد از آنکه آتن به تصرف نیروهای ایرانی درآمد، اثری از مقاومت در آتن دیده نمیشد و نیروهای دریایی ایران بر دریا چیره شده بود. اما تمیستوکل نیروی دریایی ایران را در گذرگاه سالامین به دام انداخت و یک جنگ دیگر بر سپاهیان ایران تحمیل کرد. سالامین گذرگاهی تنگ و ناآشنا بود. از طرفی یونانیان به حیله متوسل شدند و یکی از آنها به عنوان جاسوس به سپاه ایران خبر برد که سپاه یونان در حال گریز و فرار است و اگر نیروی ایران حمله کند سپاهیان یونان را از پای در می‌آورند. خشایارشا توطئه را تشخیص نداد و نیروهای ایران را راهی سالامین کرد. ایرانیان گیر افتادند و نیروهای ایران توان مقاومت را از دست دادند. فرمانده نیروی دریایی ایران در جنگ با یونان زنی به نام آرتمیس بود. طبق گفته‌های هرودوت او زنی دانا و دوراندیش بود و در نیروی دریایی ایران رشادت‌های بسیاری از خود نشان داد. در هنگام جنگ سالامین آرتمیس با حمله به یونان مخالف بود، اما چون اکثریت با حمله به یونان موافق بودند او نتوانست خشایارشا را مجرب کند و نیروهای ایران به دستور خشایارشا به سالامین حمله بردند. نیروی دریایی ایران در جنگ سالامین به دلیل تنگی جا به کندی حرکت کردند و به زیر آتش نیروهای دشمن قرار گرفتند. در این جنگ بیشتر از نیمی از کشتی‌های ایران از بین رفت و سپاه ایران عقب نشینی کرد. خشایارشا از عقب نشینی نیروی دریایی ایران مطلع شد و با مشورت فرماندهان خود با اکثریت سپاه به ایران بازگشتند. دسته‌ای از سپاه ایران به فرماندهی مردونیه در ایران ماندند تا حملات در این کشور را ادامه دهند. مردونیه که با تعدادی از سپاهیان ایران در یونان مانده بود به یونانیان پیام داد که زیر فرمان ایران باشند تا از آزادی برخوردار شوند، اما یونانی‌ها نپذیرفتند و ترجیح بر جنگ گذاشتند و دوباره جنگ بین آنها در گرفت و مردونیه در جنگ پیروز شد. بعد از آن در سال 479 قبل از میلاد در میکال ارتش یونان در مقابل مردونیه صف آرایی کردند و بین آنها جنگ در گرفت. در این جنگ که نزدیک بود ایرانیان پیروز شوند، ناگهان مردونیه با تیر کشته شد و سپاه ایران بدون سردار ماند و در جنگ شکست خوردند. نبرد میکال نبرد پایانی ایران با یونان بود. در این نبرد بخش از نیروی دریایی ایران که نزدیک دماغه میکال قرار داشت به دست یونانیان افتاد و دریای اژه که تا آن روز زیر نظر ایران بود به دست یونانیان افتاد. ایرانیان علاقه به جنگ با یونانیان نداشتند و حتی لزومی به جنگ با آنها نمیدیدند، زیرا خشایارشا با اعمال سیاست‌های بهتر بدون اینکه به جنگ متوسل بشه میتونست بر یونانیان غلبه کنه. جنگ افزارهای ایرانیان مقابل قیاس با جنگ افزارهای سنگین یونانی نبودند و سپاه ایران نیز تعلیم دیده نبود و سلاح مورد استفاده آنها در جنگ تیر و کمان بود. سپاهیان ایران عادت به جنگ در دشت‌های بزرگ و پهناور داشتند، اما جنگ‌هایی که بین آنها با یونانیان صورت می‌گرفت در تنگه‌ها و مناطق کوهستانی ناشناس بود. همین امر ضربه مهلکی به سپاه ایران وارد کرد. یونانیان از انگیزه بالایی برای جنگ با ایرانیان برخوردار بودند. آنها برای در امان ماندن از فرمانبرداری از ایران از خودگذشتگی بسیاری نشان دادند. مردم یونان حاضر نبودند سرزمین‌های خود را زیر سلطه ایرانیان درآورند و همین موضوع سبب شد برای شرکت در جنگ و پیروزی انگیزه بالایی داشته باشد. خشایارشا سلسله هخامنشیان را به مدت 20 سال بر عهده داشت. وی بعد از 20 سال با توطئه رئیس گارد سلطنتی و به دست یکی از خواجه‌های دربار به قتل رسید. در نقش رستم در آرامگاه خانوادگی شاهان هخامنشی آرام گرفت. خب دوستان، مرسی که تا اینجای ویدیو همراه ما بودین و ویدیوی ما رو تماشا کردید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایکش کنید. حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید تا وقتی ویدیوی بعدی ما رو بارگذاری کردیم سریع نگاش کنید. مرسی که هستین. خدا نگهدار.